سلام، شقایقم اینجا کانال هنگوگاست. بچه‌ها قراره بهتون یاد بدم که چجوری توی سایت سجونگ ثبت نام کنید. سایت سجونگ سایتیه که مرتبط با آموزشگاه سجونگ کره است، زیر نظر وزارت فرهنگ کره است. کلاس‌های آنلاین و رایگان زبان کره‌ای رو با استادهای نیتیو برگزار میکنه. پس خیلی خیلی مهمه که شما بتونید توی این سایت ثبت نام بکنید تا بتونید از امکانات رایگانش استفاده بکنید و سرتیفیکیت معتبر بگیرید، گواهینامه معتبر بگیرید. از اونجایی که من نمیدونم شما در چه سطحی هستین، کجا دارین یاد میگیرین و حالا چقدر بلدین و با کامپیوتر آشنایی دارین و ایمیل و جیمیل و اینا رو میشناسین، قراره که از اختراع چرخ شروع کنیم بچه‌ها. اگر که شما جیمیل دارید این قسمت رو بزنید جلو، من براتون توی دیسکریپشن کلید میذارم، میتونید برید از کلیدهای بعدی شروع کنید. اگر که شما ندارید جیمیل و میخواید، چون که برای ثبت نام لازمه که جیمیل داشته باشید، میخواید جیمیل بسازید، از اینجا با هم دیگه شروع میکنیم. یعنی شروع میکنیم از اول بسم الله جیمیل میسازیم. چیکار باید بکنید بچه‌ها؟ میاد اینجا، کاری نکردم، الان این صفحه‌ای که میبینید باز شده صفحه مرورگر منه. حالا اینجا من کرومو باز کردم، شما هر مرورگری که دارید باز میکنید. من اینجا سرچ میکنم جیمیل، خود جیمیل رو سرچ میکنم. خب همین اولی رو بچه‌ها روش میزنم. یه ذره با اینترنت ایران طول میکشه تا باز شه، ولی خب باز میشه. شیرفلکه یه ذره ضعیفه ولی باز میشه. به اینجا که رسیدین، الان اینجا که این نوشته اگه برای شما خالی بود یا هر چیزی نوشته بود، شما با این قسمت کادر آبی کاری نداشته باشین. بیاین پایین اینجا نوشته create account رو بزنید. میگه for my personal use, for work or my business. خب personal use دیگه، برای استفاده شخصیتون میخواین بسازین. من انتخاب میکنم و خب اینجا باید این سری مشخصات وارد کنید. first name که مشخص، حال من وارد میکنم شقایق. last name من وارد میکنم مست علی پور و next رو میزنم. هیچ کار خاصی فعلا نکرد. تاریخ تولدم باید بهتون بگم. خب دسامبر، ماه دسامبر، روز 03 سال 1991. جندرم که مثلا میتونید بزنید خانوم، آقا. ترجیح میدم نگم یا کاستوم. من مثلا ترجیح میدم نگم. کی به کی. next. اینجا بچه یه سری جیمیل داره بهتون پیشنهاد میده. خودش میگه آقا اینو برات بسازم، shaqaiqmastaripur@gmail.com برات بسازم، این خالیه. اینجا برات مستریپور shaqaiq@gmail رو بسازم. من میگم شقایق مستریپور بساز. حالا میتونم بزنم خودم میخوام یه دونه بسازم، ولی اینجا اگه بخوام خودم یه دونه بسازم دردسر میشه، چون ممکنه قبول نکنه، ممکنه یه ذره مثلا گیر بده که این هست اون نیست. به خاطر همین مطمئن ترینش دیگه از بین اینا یکی رو انتخاب کنید. من مثلا همین اولی رو انتخاب میکنم که اسم فامیلمه. نکست رو میزنم. خب یه پسورد بهش بدین. حالا هر پسوردی که خودتون دوست دارین بهش بدین. من الان یه دونه میدم. این پایین میگه اون پسوردی که دادی و دوباره وارد کن که من تایید کنم درست دادی، دست دیگه این ور اونور نخورده. و نکست رو بزنین. اینجا میخواد که شماره تلفن شما رو تایید بکنه. من شماره تلفن خودم وارد میکنم. بعد منتظر باشید یه کد براتون SMS بشه. کدی که SMS شد اونو اینجا وارد بکنید تا مراحل بعدی انجام بشه. الان کدش برای من اومده. بذارید من وارد بکنم. 255 436. این کدم اکسپایر میشه، چیزی نیستش که بخواید نگرانش باشین. خب میگه یه ایمیل ریکاوری به من بده. حالا شما یه ایمیل دارین بهش میدین یا ندارین اسکیپش میکنین، فرقی نمیکنه. من اسکیپ میکنم. خب ادفون نامبرم که زدیم. next. get more from your number. اسکیپ کنید بچه ها، ولش کنید اینا رو. و گفته ریویو. خب next. هیچ کار خاصی نکردم بچه ها، هیچ کار خاصی نکردم. اینجا یه سری این قسمتی که برای من باز شد، این کادره که این بالا برای من باز شده، یوزرنیم و پسوردم میخواد توی کرومم سیو بکنه. در حالت عادی ما نباید این کار بکنیم، یعنی برای اکانت‌های بانکی، اکانت‌های مهم نباید این کار بکنیم. ولی چون من نمیخوام با این مثلا اکانت جیمیلم کارهای مهم انجام بدم، نمیخوام حالا کار خاصی بکنم، برام مهم نیست اطلاعاتی که توشه، من اینو
البته اینو نگه نمیدارم چون که بچه شما نگه دارید. من چون یه اکانت دیگه ای داشتم میخواست جایگزین اون بکنه ردش کردم. حتما شما سیو بکنید. من I agree رو میزنم، میگم که آقا من موافق این قوانینت هستم دیگه. حالا قوانینم که معمولا ما ایرانی ها نمیخونیم. خب نکست بزنیم ببینیم چی میشه. ببین الان یه اینباکس به من میده، یعنی به قول خودش ورک اسپیس به من میده که من میتونم الان اونجا ایمیل هامو در واقع جیمیل هامو ببینم و این قسمت برای من ساخته شد. پس من جیمیلمو ساختم فقط برای اینکه قرار من جیمیل رو تایید بگیرم از سایت سجون و اینجا لازم بود که من این جیمیل رو داشته باشم. الان فازش برای من باز میشه که به خاطر اینترنت ایران گیر و گور داره، منظورم اینه که کنده. باز میشه بچه‌ها. همین آدرسی که میخوام به اینجا وارد بشم چیه؟ همین شقایق مسئلی پور بود دیگه. اوکیه، یعنی شقایق مسئلی پور @gmail.com. حالا من اینو دارم، میخوام برم قسمت دوم. برای بچه‌هایی که جیمیل دارن یا ندارن از این به بعدش دیگه باید نگاه بکنن همه. خب بریم برای ثبت نام سجون. بچه‌ها چیزی که خیلی مهمه اینه که سجون فیلتره، مخصوصا بخش ثبت نامش و بخش قسمت اولش که می‌خوایم وارد سایت بشین فیلتره. به خاطر همین از اینجا به بعد هر کاری که می‌کنیم فیلتر شکنتون باید روشن باشه. چیکار کردم؟ سجون هکتنگ و اینجا نگاه کن. هکتنگ اینجا توی این قسمت نوشتم و سرچش کردم و اینا برای من گزینه اومد. اولی نگاه کنید نوشته نوری سجون. حالا ممکنه نتونید بخونید ولی همین اولی رو باز بکنید. به خاطر اینکه سرعت نت یه ذره کم بود و اینا من از قبل بازش کردم. این بالا تبش هست، بازش میکنید این صفحه میاد، یعنی دقیقاً وارد این صفحه میشین. هیچ کاری نمیخواد بکنید بچه‌ها. نگاه کنید اینجا یه دونه رجیستر داره، میبینید یه لاگین داره برای بچه‌هایی که از قبل اینجا ثبت نام کردن، یه رجیستر داره برای بچه‌هایی که میخوان ثبت نام کنن. میخوایم قدم به قدم بریم و ثبت نام کنیم. اینم رجیستر. حالا خدا منو ببخشه به خاطر اینکه من اینجا اکانت دارم، احتمالاً یه اکانت الکی میخوام اینجا بسازم. به هر حال تو دیتابیسشون ثبت میشه. خب شما که تیچر نیستین دیگه، لرنرین، پس بعد این گزینه رو انتخاب کنید. بعد محدودیت سنی که بچه‌ها میپرسن 14 ساله، یعنی بعد سنتون بیشتر از 14 سال باشه دیگه. حالا سقفش مهم نیست ولی بیشتر از 14 سال. حالا من زبان آموزم، میرم اینجا و رجیستر رو میزنم و ثبت میکنم تا باز بشه. خب یه سری قوانین و اینجور چیزا هست بچه‌ها. شما باید اینجا بزنین I agree to all دیگه، با همه چیزش موافقین. agree رو بزنین که این صفحه رد بشه. و درستش اینه بشینید دونه دونه اینا رو بخونید. ولی خب حالا معمولا کسی اینا رو نمیخونه. خب میگه اکانت اینفورمیشن تو میخوام وارد کنم. الان چون من اینجا اکانت دارم یه سری چیز میذاره اینجا پر شده، در صورتی که شما ممکنه پر شده نباشه. من اینا رو باید پاک بکنم. اگر که به من اجازه بده من اینا رو پاک بکنم. خب که اطلاعات جدیدم رو وارد بکنم بچه‌ها، به خاطر اینکه میخوام به شما یاد بدم که چیکار بکنید. آیدی میگه به من بده. آیدی نوشته پلیز اینتر یور ایمیل، یعنی همون جیمیلی که ساختی و من بعد اینجا وارد بکنم. پس من وارد میکنم شقایق مسعلیپور @gmail.com. همین بود دیگه. بعد میگه یه پسوردی هم به من بده که میخوای وارد بشی من اون پسورد رو داشته باشم. من یه پسوردی بهش میدم و اینجا یه چیزایی بر من نوشته. بچه‌ها دقت بکنید، نوشته آقا پسوردی که داری میدی حتما باید بین 8 تا 20 تا کاراکتر داشته باشه و الفبت باشه، یعنی الفبا باشه، عدد باشه. بعد کاراکترهایی که بچه‌ها میتونید استفاده کنید، یعنی یه سری کاراکترهای خاص باید استفاده بکنید حتما. اونایی که میتونید استفاده بکنید اینجا نوشته available special characters، این پایین براتون نوشته اینا رو میتونید استفاده کنید. حالا من یه چیزی انتخاب میکنم، همه اینا هم باید داشته باشه وگرنه میاد بهتون گیر میده. بذارین ببینم چی میخوام انتخاب بکنم یادم بمونه. یه حافظه ماهی دارم من. خب بریم بعدی ببینیم که قبول میکنه. اینم من دوباره میزنم اون چیزی که گفته. بزنم قبول میکنه. اگه قبول نکنه بعد برگردیم عوضش کنیم. بچه‌ها میگه یه نیکنیم به من بده. نیکنیم مثلا یه اسم مستعاری، حالا هر چیزی اگر دارین، اگر ندارین هم چون ستاره داره بعد یه چیزی وارد کنید. مثلا من میزنم شقا. خب حالا
خب دیگه اسم خودتون رو وارد میکنید دیگه، این که اصلا توضیح خاصی نداره. چرا؟ مثل اینکه توضیح خاص داره. اولی بچه من دیدین که نوشتم شقایق، بعد نگاه کردم فامیلی نیم، اینجا بعد اول اسم بزرگتون بنویسید، اسم فامیلیتون. مست علی پور. یعنی تا شماره کفش هم شما دارین بچه. شقایق. خب جندرم که حالا فیمیل اینجا نمیذاره چیز دیگه انتخاب کنی، یا میل یا فیمیل. نشنالیتی هم باید بزنید اینجا، بذارید پیدا کنم ایران، هیچ مشکلی نداره ایرانو بزنید. دوباره باید روز و سال تولد رو وارد بکنید که خب من 1991 بودم، ماه 12 بودم و روز 03. خب بعد دیگه میگه آقا ریسیو ایمیل، میگه ایمیلامون رو براتون بفرستیم. میگیم آره بفرستیم، مثلا ممکنه ایونتی داشته باشن، اخبار داشته باشن، اینا رو براتون میفرستن. بهتره اگری بذاریم بچه‌ها، خوبه. حالا دو تا چیز اینجا باید چک بکنیم، نگاه کنیم بچه. من الان همه رو پر کردم ولی هنوز ساین اپ رو نزدم، دارم برمیگردم بالا. چرا؟ نیک نیمتون باید چک بشه. چک کن ببین هست، بذارید چک کنه. خب میگه که this nickname is already in use، میگه همین الان داره از این استفاده میشه. یعنی من قبلا یه اکانتی داشتم که حالا نیکنیممو شقا زدم، یا من نداشتم یکی دیگه داشته، مثلا میزنم شقام دیگه، هیچ واقعا به ذهنم نمیرسه، چک میکنم. خب میگه شقام you can use this nickname، پس مشکل نیکنیم رو حل کردیم. برمیگردیم به این قسمت. میگه آقا شما وقتی این ایمیل رو این جیمیل رو دادی، من باید بدونم برای توئه یا نه، پس باید این رو تایید بکنی. من میزنم که برای من کد تایید بفرسته. این باز میشه میگه کد تایید رو برات بفرستم به این، میگم که بله. من اینجا میزنم getting the authentication number، اینا میزنم. میگه یه ایمیل میخواد براتون ارسال بشه، تا 30 دقیقه هم وقت داره. من اوکی میزنم که ایمیل ارسال بشه. حالا بعد چیکار کنم؟ یه جیمیل ساخته بودیم دیگه بچه‌ها، درسته؟ اینجا باز من میرم اینو رفرش میکنم ببینم جیمیل اومده یا نه. بعد از سمت سجون یه دونه جیمیل برای ما بیاد که یه دونه کد داره، من باید کدش رو وارد کنم برای ثبت نام که جیمیلم تایید بشه که دست خودمه، مال خودم. خب اینجاست، من اینو بازش میکنم. کدی که به من داده اینه 74 0 484 74 0 484. این الان اینجا باده بچه، اینجا 74 0 400 چند بود؟ بله، حافظه ماهی داره خوش نشون میده. بعد دقیقه سب کنم من دارم ببینم عدد چند بود، اشتباه نزنم دوباره عددستان همه رو بگیرم. خب 74 0 484 74 0 484 74 0 484. اینو میزنم چی؟ آثنتیکیشنش رو میزنم که آقا بیا اینو تاییدش بکن، احراز هویت کن منو. آخرش اشتباه زدم. خب دوباره میتونم دوباره بگیرم. بچه اینجا نوشته certificate is valid زده. حالا بذار یه دونه تست بکنم ببینم که قبولش میکنه یا نه، چون خودشون پایین زده valid. خب من اونو که حالا اگر valid شده باشه ساین اپ میکنم ببینم قبول میکنه. بچه ولیدش کرد، زده این valid ولی valid یعنی قبولش کرد، با اینکه زده بود قبول نیست قبولش کرد. از کجا فهمیدم؟ بذارید از کجا فهمیدم نگاه کنید، اینجا زیرش آبی نوشته بود certificate is valid. خب با اینکه میگم خودش به من گفتش که نه اشتباه شده. خب ساین اپ رو میزنم. الان میگه میخوای رجیستر کنی، میگم بله. اکانتمو باز کن. cannot be registered، مثل اینکه یقم رو گرفت. دوباره مراحلشو براتون میذارم که ببینید یه بار یه مشکلی برخوردیم دوباره داریم انجامش میدیم. getting the authentication number میزنم، میگه آقا برات ارسال شد. اوکی، من میرم بازش میکنم ببینم چی ارسال کردیم. از اینجا بعد صفحه ایمیلم باز. خب میزنم روی این باکس هم ببینم برای من ایمیل جدید اومد یا نه.
و بهتره که رفرش کنم بچه‌ها. میتونید اینا رو با ضریب 2 نگاه کنید که زودتر بگذره. خب دوباره بچه برای من یه ایمیل اومده، نگاه کنید. من بازش میکنم. یعنی واقعا نت اینجا داره منو میکشه. این که قبلیه. یه دونه بچه نگاه کنید، این قبلیه، اولی. همینجوری میرم پایین، این بعدیشه. یه دونه دیگه بهم داده. 102 576 102 576 یادتون موند؟ 102 576 اوکی. 102 576 خواهشن دیگه بگیر. میزنم. قبول کرده بچه ها. میرم ساین اپش میکنم دیگه ساین اپ شو. بله ساین اپ شو. ساین اپ شد فکر کنم. اوکی. صبر میکنیم. خب بچه ساین اپ شده. الان این دقیقا درسته. میگه میخواد چک بکنیم. بله. اشتباه شد. بچه درست رفتیم مراحل. منتها اونجا برای شما میاد که من این یوزر پس رو سیو بکنم. شما حتما سیو بکنید بچه، اصلا فراموش نکنید. حتما اون رو سیو بکنید. خب پس من الان رجیستر کردم، میرم لاگین کنم دیگه. خب بعد وارد اون اکانتی که ساختم بشم. این حالا این رو من بچه شما حتما سیو میکنید. من سیو نکردم. الان ممکنه که به من گیر بده، چون که سر این بگید رمزا خیلی گیر میده به بچه ها. هی میگه که نه شما اشتباه دارید وارد میکنید، هی اذیت و آزار و اینا. به خاطر همین خب بچه نگاه کنید اینجا من دارم چی وارد میکنم. نوشته ایمیلتون رو وارد کنید دیگه. من همون جیمیلی که باش اینجا اکانت ساختم، مشقایق مستلی پور @gmail بود. gmail.com. حتما رمزتون رو سیو کنید 20 بار. خب شرقا یه غم دیگه رمزم رو میزنم. همشم دوبار میزنم. لاگین. الان لاگین شدیم. لاگین کن. خب بچه با این که من رمزم رو سیو نکرده بودم به من گیر نداد برای رمز، ولی برای شما ممکنه گیر بده. پس اصلا خودتون رو چیز نکنید. حتما سیو بکنید. خودتون رو گرفتار نکنید. بچه تا اینجا انجام دادم. اونایی که میخوان برن و از ترم 1 شروع بکنن دیگه همینجا کارشون تموم میشه. اینجا بعد برن دیگه فرم پر کنن که فرمو بهتون جلوتر میگم. ولی بچه هایی که میخوان تعیین سطح بدن باید بقیه ویدیو رو نگاه بکنن. بچه‌ها که میخواین تعیین سطح بدین همین صفحه اول بچه‌ها میاین پایین‌تر، اینجا نوشته کورین لول تست میزنین. حالا کانکشن من قطع شد دیگه. حالا شما همونو میزنید و میتونید تستتون رو بدین و اون براتون کارنامه‌تون صادر میشه و خیلی راحت میتونید بفهمید که توی چه سطحی هستید. به نظر میرسه که به سلامتی میمنت بس شد بچه. یکی شیرفلکه رو بسته بود، نت قطع شده. آره خلاصه میتونید برید لول تست بدید و اونجا سطحتون مشخص بشه. بعد برید فرمو پر کنید. همه بچه‌ها باید فرمو پر کنن. حالا بچه‌هایی که از اول شروع میکنن دیگه این بخش لول تست رو ندارن. قشنگ بهتون نشون بدم که چطوری باید ثبت نام بکنید. بخش فرم رو میذارم برای ویدیو بعدی. شما تا اینجا رو انجام بدین که بتونید توی سایت سجون ثبت نام بکنید، خیالتون راحت باشه. بعد میتونید فرمو پر بکنید. شما حتما باید توی سایت سجون بچه‌ها اکانت داشته باشین برای اینکه اون فرمو پر کردین بعد بتونن براتون کلاس باز کنن، وگرنه این اتفاق نمیفته. پس شما خیلی راحت الان که خیالتون جمعه و هنوز وقت دارید برید توی سایت سجون برای خودتون یه دونه اکانت بسازید، یه پروفایل درست بکنید. بعدش که فرم اومد من براتون فرمو کامل پر میکنم و بهتون میگم چیکار بکنید و ثبت نام بکنید. موفق باشید.